نوتروزیس. قسمت اول چای. 20 پرسش و پاسخ علمی. پارت اول. ما ایرانی‌ها صبحمون رو با چای شروع می‌کنیم. از نظر علمی این کار چه خوبی و بدی داره؟ نوشیدن یک فنجان چای ملایم صبحگاهی میتونه هوشیاری بده، ولی چون کافئین داره بهتره ناشتا و غلیظ نباشه تا باعث تحریک معده و افت جذب آهن نشه. چای پررنگ و کمرنگ فرق مهمی دارند. بله، پررنگ یعنی کافئین و تانن بالاتر، اثر محرک و تداخل با آهن بیشتر. کمرنگ ملایم‌تر و ایمن‌تر است. چای دمی با چای کیسه‌ای چه تفاوتی داره؟ از لحاظ تغذیه‌ای چای دمی سالم‌تر و غنی‌تر از ترکیبات آنتی اکسیدانه. چای کیسه‌ای راحت‌تر و سریع‌تره، ولی کیفیت تغذیه‌ای و سلامتیش بسته به برند و نوع بسته‌بندی پایین‌تر از چای دمی محسوب میشه. بعد غذا چای بخوریم واقعاً آهن غذا هدر میره. بله، تانن‌های چای جذب آهن گیاهی رو کم می‌کنن. اگه کم خونی دارین فاصله حدود 1 ساعت با وعده اصلی رو رعایت کنید. من بعضی قرص هام رو با چای میخورم، اشکالی داره؟ بهتره داروهاتون رو با آب ساده میل کنید، چون ترکیباتی مثل تانن و کافئین توی چای میتونن جلوی جذب بعضی داروها رو بگیرن. مثلا قرص آهن، لئوترکسین یا بعضی از آنتی بیوتیکا وقتی با چای مصرف بشن درست جذب نمیشن و اثرشون کم میشه. پس ساده ترین و مطمئن ترین راه اینه که همیشه دارو رو با 1 لیوان آب بخورید و اگه دوست داشتید بعدش با فاصله چای بنوشید. به بدن می شود. برای 1 یا 2 بار نه، ولی نوشیدن چای بسیار داغ بیش از 65 درجه خطر التهاب مزمن مری و در دراز مدت سرطان مری رو بالا میبره. بگذارید کمی خنک شود. چرا بعضی میگن چای سرطان زا است؟ خود چای نه، ولی نوشیدن خیلی داغ یا چای بی‌کیفیت ریسک بیماری‌های مری یا معده رو بالا میبره. بعضی وقتا دل درد که میگیریم میگن چای بخور. واقعا معده رو اذیت نمیکنه. مقدار کم چای ولر میتونه ضد اسپاس و ملایم باشه، ولی پررنگ و ناشتا ممکن است ریفلاکس یا تحریک معده بده. آیا چای پوکی استخوان می آورد؟ مصرف زیاد چای سیاه ممکنه جذب کلسیم رو مختل کنه، ولی مصرف متعادل 2 تا 3 فنجان مشکلی نداره. چای برای قلب و فشار خون چطوره؟ پلیفنول های چای به بهبود انعطاف رگ‌ها و کاهش مختصر فشار خون کمک میکنه. البته همراه سبک زندگی سالم. منتظر پارت دوم باشید. نوتروزیس.